این مردم نه پناهندگانند و نه به جای می‌گریزند. به سمت گذرگاه گلبهار در مرز تاجیکستان و ازبکستان شتاب دارند. به گذرگاه مهمی که ختلان و سرخندریا دو ولایت بزرگ را به هم می‌پیوندد. بعضی‌ها هیجانی شدند چون بعد از سالها عزیزانشان را می‌بینند. راه مکه بود که راه مکه بود، برای همین نرفتیم. هم شرایط نبود و چی بود، زگرم پگران بود، همه خیلی شرایط نداریم، برای همین نرفتیم. خواهرم هستی، دو تا خواهر هستی، شویم ده اکش هستی، ینگم هستی. گذرگاه گلبهار را 6 سال پیش با امر رئیس جمهور پیشین ازبکستان اسلام کریموف بستند. هزاران نفر از دیدار خویشاوندان خود چی در تاجیکستان یا چی در ازبکستان محروم شدند. روز 7 مارس با حضور رهبران ولایت ختلان و سرخندریا باز شد. بیننده های عزیز، ما در منطقه ایواج ناحیه شهر توس قرار داریم، در میان سرحد ازبکستان و تاجیکستان که از دستگیرها سرحد افغانستان است و حدود 1 کیلومتر دورتر سرحد ازبکستان قرار دارد که در گذرگاه مرزی صدها ساکن ولایت ختلان انتظار هستند که گذرگاه باز شود. هرچند می‌خواستیم که از اونجا نیز برای شما گزارش و ویدیوها پیشنهاد کنیم، متاسفانه با دستور مقامات امنیتی چندی از خبرنگاران، خصوصا خبرنگار رادیو آزادی، خبرنگار هفته‌نامه اسسر و آزیا پلوس امکانی حضور پیدا کردن یا که نوار گرفتن از اونجا را نداشت. اما خبرنگار رادیو آزادی با آنها صحبت کرد که می‌خواستند در اولین روز افتتاح گذرگاه از آن بگذرند و به ازبکستان بروند. خاله جون، شما کجا رفتین؟ نصیب باشد در ازبکستان. ازبکستان میرین شما؟ کی را میبینید؟ وای آچم، خانه آچم. 12 سال شد زنک ای ازبکستان، دخترم ازبکستان با جارخورغان با دادرم، خواهرم نمیمو همین طرفته. رحمت که هر دو پرزیدنت مملکت همین دوست شده راه هایی کرده هستیم و منتدار هستیم. حاضر خورسندم، همش خورسنده. نبیره او طرفته؟ نبیره او طرفته. چند تا نبیره؟ نبیره بسیاره اونجا دیم. من که یاری جرام بسیار خش تورم همجا تویش را اومدیم آویا ببینیم. حالا این مردم حق دارند به مراجعت به سفارت و به گرفتن شناسنامه خارجی به ناحیه‌های مرزی ازبکستان برای 5 روز سفر کنند و یا برعکس ساکنان کشور همسایه به تاجیکستان بیایند. جانم میوه، من خودم اصل ازبکستان به تولد شدگیم. من همینجا آخون بابای کتک زمین به من تولد شدگه. گذرگاه گلبهار در شهر توس یکی دیگر از گذرگاه‌های مرزی است که در آستانه سفر شوکت میرزیف رئیس جمهوری ازبکستان به دوشنبه باز می شود.